گرچه انقلاب سال 57 سراسری شد و در همه استانها راهپیمایی‌ها برقرار بود و شعار مشترک مردم هم مرگ بر شاه، اما گویا رهبری آیت الله خمینی در کردستان هوادار چندانی نداشت. رهبران احزاب سیاسی کرد بیمیلی به خمینی در کردستان را به حساب دموکرات و سکولار بودن این استان می‌گذارند و برخی هم معتقدند که در منطقه سنی نشین نپذیرفتن رهبر شیعی طبیعی بوده است. در آینه امروز همراه هستیم با عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کموله. سلام آقای مهتدی. سلام به شما و خوشحالم از اینکه یک بار دیگه با بینندگان شما ارتباط برقرار میکنم. بسیار خوب. جناب مهتدی، شما قبل از انقلاب در تهران زندگی میکردید، در تهران دانشگاه رفتید، گرچه زاده بوکان هستید و گرچه اوج فعالیت سیاسی شما در کردستان بود و در چند سال بعد از انقلاب. دوست دارم دانشگاهی که سال 47 میرفتید رو برای ما توصیف بکنید، اون دانشگاهی که شما و دوستانتون حزب کموله رو اونجا تأسیس کردید. من خودم مدرسه عالی بازرگانی رفتم و سیاسی شدن من ریشه در قبل از اینکه وارد جامعه بشم و خودم به عنوان یه فرد مستقل تصمیم بگیرم و خط سیاسی ما انتخاب کنم نشأت گرفته بود از سنت‌های خانوادگی ما که الان وقت شما رو با اون نمیگیرم، ولی کن در هر صورت در دانشگاه بودم. من سال دوم دانشگاه بودم که در تأسیس سازمانی که بعدها حزب کموله کردستان ایران نامیده شد شرکت کردیم. من کم سن و سالترینشون بودم توشون. مشت مسلحانه هم ندید؟ نه اتفاقا ما اون سالها یک جدال فکری البته زیرزمینی طبعا، ولی جدال گفتمانی فکری زیادی با خط مشی چریکی داشتیم و اون مورد قبول ما نبود اصلا. چرا حکومت شاه رو قابل اصلاح میدونستین؟ نه، ولی فکر میکردیم این تغییر بایستی از طریق جنبش‌های اجتماعی و مردمی و توده‌ای صورت بگیره. ما معتقد به یه پیشاهنگ کوچیکی نبودیم که موتور بزرگی به معنی مسلحانه این کلمه. همیشه نیروی پیش قدم و پیش قراول مهمه و در بعضی مواقع تعیین کننده است، ولی این که نیروی کوچکی و گروه چریکی گریلایی که بتونه مثل آمریکای لاتین بعد شعله‌ور بکنه انقلابو، به این نظریه و به این استراتژی اعتقاد نداشت. قانون اساسی مشروطیت رو قبول داشتید اون موقع؟ قانون اساسی مشروطیت در مقایسه با چیزی که الان هست، نه خب اونجا یه قانون اساسی مشروطیتی بود که شاه رو مقام غیر مسئول معرفی میکرد و من برام جالبه که هیچ کدوم از این عزیزانی که در جنبش‌های چپ بودن انگار که این قانون رو نخوانده بودن و قبول هم نداشتن. یک سر درس خونده بودم، ما حقوق اساسی میخوندیم. قانون اساسی رو اون درسم خوندم و آشنا بودم به توجه نمی‌کردن اصلا. بله، میخواستم بگم که در مراحل اولیه‌ای که جنبش شکل گرفت اتفاقا اجرای قانون اساسی یکی از خواست‌ها بود در سال 57. به تدریج این خواست‌ها رادیکالیزه شد و به رفتن شاه و کلی سیستم منتهی شد. بسیار خوب. شما مدرسه عالی بازرگانی میرفتید، به مشت مسلحانه هم اعتقاد نداشتین، با این حال دستگیر شدید. چرا؟ من 3 بار دستگیر شدم. یک بار سال 1349 و یک بار سال 1352. اینا کم موندم، هر کدوم چند هفته‌ای. ولی که در سال 1353 دستگیری اساسی بود. تو دوباره اول اصلا دادگاه نرفتم، منو ساواک دستگیر کرد. تذکر میدادن اون موقع فقط؟ بله، وقتی که رهاتون میکردن بعد از 1 ماه فقط تذکر میدادن؟ تذکر میدادن، تعهد میگرفتن، بیشتر از اون هم میکردن. البته با زندانیا برخورد خشن هم میکردن. ولی که در سال 1353 دیگه من محکوم شدم به 3 سال و 3 سال حبس کشیدم که حبسم هم تو زندان قصر بود. بعد شما زندان قصر رفتید، اون موقع دادگاه و نمیدونم وکیل و اینها داشتید اصلا؟ وکیل تسخیری بود. بله، وکیل تسخیری بود. اختیاری نداشتن، دفاع واقعی نمیتونستن بکنن، اصلا اجازه نداشتن.
همه دادگاه ها سپرده میشد به ارتش و بنابراین اختیاری در حزب واقع خمینی که شما تأسیس کردید آیا فقط و فقط کردستان رو مورد نظرش قرار میداد یا یک حزب قومیت‌گرا بود اینطور که برخی میگن؟ چطور بود؟ آیا منافع کل کشور رو میخواست حفظ بکنه یا فقط تمرکز و فوکوسش به کردستان بود؟ نه، ما ببینید دیدگاه ما برای تغییر و تحول شامل همه ایران میشد و اتفاقا خیلی آمون و به خصوص شخص من خیلی خیلی آدم پر ارتباطی بودم با گروه ها، دستجات و گرایش های فکری مختلف اون دوره، نسل جوان و به خصوص تحصیل کرده در تمام ایران ارتباط داشتم. ولی که محل عمده فعالیت ما کردستان بود. کردستان هم نه فقط به معنی استان کردستان که اکثرا اینطور گفته میشه، به معنی اعضای غیر کرد هم داشتیم. اعضای غیر کرد داشتیم و بعداً حتی موقعی که کاملا هم ما در کردستان فعالیت میکردیم و ما تشکیلات تهران وسیع هم داشتیم که متلاشی شد، گرفتن و بعد از انقلاب میگم. بسیار خوب. شما سال 53 رفتین زندان، 3 سال بعد بیرون اومدین در آستانه انقلاب سال 56 میشه که شما بیرون اومدین. جامعه تغییر کرده بود دیگه، اون چیزی نبود که سال 53 بود و فضا قدری بازتر شده بود. این سالهای زندان شما رو ایزوله نکرده بود اینکه جامعه رو نشناسید؟ خیلی از زندانیان سیاسی وقتی آمدن بیرون جامعه رو نمیشناختن. نه شما چطوری؟ نه ببینید، اولا انقدر طولانی نبود، 3 سال اونقدر فاصله نبود. اتفاقات بزرگی افتاد ولی ما در جریان خود اون اتفاقات هم بودیم. اتفاقا اون فضای باز سیاسی موقعی شروع شد، ابتداش اون اوایلش که من زندان بودم، تو زندان قصر بودم و اون هیئت مشهور صلیب سرخ جهانی که شاه موافقت کرده بود بیاد و از زندان‌ها بازدید کنه موقعی آمد که من فقط اونجا بودم و این یکی از حوادث بسیار بسیار ماندگار تو روح فکر همه ما زندانیا بود. بیرون که آمدید چه کردید؟ کموله رو گسترش دادید؟ بله، همین کار کردم و اون تشکیلات داخل رو، در واقع تشکیلات که هنوز غیر علنی بود، اونا رو سعی کردم با همکاری دوستای دیگه سر و سامان بدیم، مرکزیتی دوباره براش انتخاب کنیم و دوباره شروع به سال 56 اسم آقای خمینی نامبردار شده بود و مردم زیادی رو به خودش جذب کرده بود. شما از خمینی چه تصوری داشتید؟ آیا شما هم از اونهایی بودید که در همون سالها اسم خمینی رو میشنیدید یا قبلا هم؟ من از سال 42 شنیده بودم. ما تهران زندگی میکردیم. بله. من بزرگ شده متولد تهران نیستم ولی بزرگ شده تهرانم و از 1342 شنیده بودیم. من هیچ وقت شخصا و دور و بریای من هیچ سمپاتی هیچ وقت با آقای خمینی نداشتیم. حتی اون جنبش به اصطلاح شما که چپ بودید، اون یه فقیه بود، تو سمپاتی داشته باشید. میدونید چیه؟ آخه خود اون چیزی که به اسم جنبش نهضت خمینی در 1342 بود، بیرحمی‌های و خشونت‌های رژیم شاه غلط و محکوم بود در اون رابطه، ولی خود اون جنبش اثباتاً هیچ چیز قابل دفاع و مثبت و مترقی توش نبود. شما سال 56 وقتی اسم خمینی رو میشنیدید میدانستید که خمینی چه هست؟ یعنی میدونستید که اون یک ولایت فقیهی نوشته؟ میدونستید که اون چیزایی در جزئیات نه، ولی به هیچ وجه هیچ دیدگاهی از خمینی مورد قبول ما نبود. میخوام بگم که جمهوری اسلامی قبل از اینکه سر کار بیاد ما باش موافق نبودیم، نه اینکه بعداً تجربه کردیم دیدیم چه هست تو چه بلایی سر مردم آورد. البته همه فهمیدن، ولی ما خیلی زودتر از اینا در مورد کل اون نهضت خمینی، نهضت اسلامگرایی خمینی هیچ وقت مورد تایید ما نبود و میتونم بگم حتی متحد کل جامعه کردستان هم نبود. شما تظاهراتی که در تهران بود رو شرکت می‌کردید، انقلاب رو نزدیک درک کردید سال 57. اهدافش چی بود؟ چه کسانی شرکت می‌کردن؟ آیا مذهبی بودن؟ آیا قشر مترقی جامعه بودن یا حاشیه‌نشین‌ها بودن؟ اون تظاهرات‌ها چطور بود؟ متنوع بود. ببینید وقتی آدم بعدها نگاه میکنه به
به پس سرش به حوادثی که گذشته نگاه میکنه اینطور به نظر میاد که شاه یکی یکی دشمناشو متحد کرد. با سیاست انقباضی به دنبال اون گسترش و توسعه اقتصادی، به دنبال تنگناهایی که به وجود اومده بود، یک سیاست انقباضی در پیش گرفت. فکر میکنم آقای جمشید آموزگار بود اون دوره و اون سیاست انقباضی باعث بیکارسازی خیلی وسیعی شد. نیروی کار بزرگی که از روستاها کنده شده بود و به امید دستمزد و زندگی بهتر آمده بود شهرها، اون دوباره برگشت و بیکار شد. اونا ناراضی شدن. بعد گرانی پیش آمد. اون گرانی خانه اصناف و دادگاه های اصناف و اینا به وجود اومد. کسبه رو جریمه کردن، اونها رو روندن و به همین ترتیب یکی یکی قشرها رو روندن و بالاخره با از کجا آورده ای هایی که پولدارا و ثروتمندان کلان و آماج گرفته بود، حتی اونا رو هم دشمن کردن. یعنی یکی یکی اقشار مختلف جمع شدن و نهایتا این شد. من تصور نمی‌کنم. حال میشه گفتش در اون راهپیمایی‌ها همه قشری بودن. من دوست دارم بریم به کردستان. با زنده یاد صحابی یک بار که مصاحبه می‌کردم، ایشون گفتش که انقلاب به کردستان نرسید. در کردستان چه خبر بود؟ آیا با انقلابی که در تهران و دیگر شهرها بود همراه نشده بود؟ نه، در کردستان جنبش بود و انقلاب بود، ولی انقلاب اسلامی نرسیده بود و هیچ وقت نرسیده، هنوزم نرسیده. خب من اینجاش با شما قدری اختلاف نظر دارم. به نظر میرسه که اون راهپیمایی هایی که در کردستان و اینها بود، اعتراضاتی که میشد رو مرحوم عزالدین حسینی به راه میداد که خودشون جزو مراجع دینی سنی اون منطقه بودن، بنابراین نفوذ اسلام و اینها در اونجا بود، منتها از نوع سنی خودش. نه ابداً. اتفاقاً به نظر من اجازه بدید توضیح بدم. اینو یک بدفهمی هست به عقیده من. ببینید، در دو حزب اصلی که در کردستان داشتیم و هنوزم تقریباً کم و بیش همین طور هست، حزب دموکرات و حزب کماله کردستان ایران. اینها با اینکه یک فکر نبودن و حتی در مواردی تنش‌هایی هم بینشون بود، ولی در یک چیز اتفاق نظر داشتن و اون سکولاریسم. معتقد بودن دین و دولت باز از این احزاب چپ با هم دیگه متفق بودن، ولی این چه ربطی می‌داشت به مردم؟ نه مردم همینطور بودن. آخه مردم کردستان که اون موقع توضیح بدم براتون. ببینید، ما زنده یاد شیخ عزالدین حسینی رو داشتیم که رهبر معنوی جامعه کردستان و خیلی مورد احترام بود و اتفاقاً به حزب ما خیلی نزدیکتر از هر کس دیگه ای بود. فرق ایشون با روحانیتی که در تهران به تدریج کنترل رو به دست گرفتن، نهایتاً حاکمیت هم به دست گرفتن، در این بود: یک، اون مخالف حاکمیت روحانیت بود. دو، به صراحت نه یک بار، هر بار در هر مصاحبه‌ای اعلام میکرد که طرفدار جدایی دین و دولته. اون معتقد بود به نفع دین اگر از سیاست و امور روزانه و امور دولت جدا باشه و صرفاً به معنویت بپردازه. چیزی که شما میفرمایید، خود خمینی هم همین حرفا رو میزد. او هم معتقد بود که من برگردم میرم قم میشینم، حکومت نمیکنم. آخه اون یک کلاهبرداری بزرگ بود و خلاف ایدئولوژیش بود. این بود که آخه در دیدگاه آقای عزالدین حسینی این طور بود. اجازه بدید من بحثم بر سر این دروغی نبود، مردم کردستان خودعی نبود. شما میگید سکولار نبودن، اینطور که آخه یه طرفدار جدایی دین و دولت بودن، نه اینکه بی دین بودن. مردم کردستان کی میتونستن این آموزها رو از شما بگیرن؟ شما کاری نکرده بودید. چرا؟ خیلی کار کرده بودیم. استبداد شاه که اجازه نمیداد که حزبی کار بکنه یا نفوذ داشته باشه. حق میدم به شما این گمان رو داشته باشید. من خودم به عنوان کسی که رفتم، به عنوان فعال، به عنوان پیشمرگ، به عنوان سازمانده سیاسی، حتی من به دهات رفتم، خود من تعجب میکردم که چطور افراد مسن توی روستاها طرفدار این بودن که دین از دولت باید جدا بشه. علاوه بر اینکه کل جامعه کردستان اینطور بود و هنوز هم اینطوره، به دلایل سیاسی تاریخی یه دلیل دیگه هم داشت، یه دلیل ویژه دیگه هم داشت و اونم اینه که میگفتن که من خودم اینو شنیدم، بابا 1500 سال قبل ما مسلمون شدیم دیگه، خمینی میخواد دوباره ما رو مسلمون کنه. اونها ترسی در جامعه کردستان به خصوص
خب سنی نشینش وجود داشت که خمینی اونا رو داشتن در مورد گنبد. ببینید اونها هم فکر می‌کردن که در گنبد وقتی شوراهای مسلحانه رو به راه انداختن مردم اونجا اندیشه‌های چپ دارن دنبال اونها راه میافتن، اما اونجا هم سنی نشین بود، برای همین هم با یک مرجع دلیل البته داشتم همین رو میگفتم. تو کردستان هم مردم نسبت به اینکه به زور میخواد کردها رو شیعه کنه بدگمان بودن و البته حقیقت هم داشت. شهر زادگاه من حداقل 5 تا حسینیه داره. تهران 10-15 میلیونی یک نمازخانه سنی نداره. خب مردم بدگمان بودن نسبت و زمان شاه هم اینطوری بود. زمان شاه هم نمیذاشتن. زمان شاه که ما یه حکومت تقریبا سکولار داشتیم که به مذهب اینها کاری نداشت. از لحاظ آزادی‌های فردی و از لحاظ دخالت روحانیان تو سیاست البته متفاوت بود، هرچند اونم به هیچ وجه بری از انتقاد نیست در همین زمینه. ولی که میخوام بگم که نه فقط احزاب سیاسی، نه فقط رهبر روحانی اصلی جامعه کردستان در هر مناسبتی میگفت که روز جمعه امامت جمعه رو میکرد، ولی تو همون خطبه جمعه میگفت ای مردم دینتون رو از سیاست جدا کنید. ما به یک جامعه سکولار نیاز داریم، به جدایی دین از دولت نیاز داریم. اینطوری دینتون هم بهتر محفوظ پاک این مفاهیمی که شما میفرمایید البته فکر نمی کنم به این صراحت با این جملات به این صراحت و بیشتر از این صراحت شما مطبوعات اون دوره رو، مصاحبه های شیخ عزالدین حسینی رو تو اون دوره که تو اکثر مطبوعات و مجلات اون دوره ایران مطالعه کنید، برید به همین صراحت هست. ما برمیگردیم به تهران. ما تعجب میکنید. من میخوام بگم که آخه جنبش تو کردستان مترقی بود، تو تهران به سیر قهقرایی پیدا کرد و اصلا علت مشکلاتی که حمله شد به کردستان چیزی جز این نبود. یه نکته‌ای وجود داره. شما میفهمید جنبش در کردستان مترقی بود. بله. اگه من بخوام قبول کنم شما با حزب رقیب خودتون هیچ وقت نتونستین که گفتگوی درستی رو پیش ببرید. شما از 3 سال پشت سر هم با هم جنگ داشتید، ولی 700 نفر کشته شدن بعد از انقلاب. در این 40 سال بله متاسفانه دورایی من همون رو دارم میگم. پس اون موقع همچین هم مترقی نبوده. چرا؟ شما که روشنفکرین اون کردستان بودید و دو حزب داشتید. برای که ما 41 سال داریم. تو این 41 سال حداقل 30 سالش رو ما در حال همکاری بودیم. 7-8 سالش رو هر کسی 30 خودش برای خودش. بعد از جنگ همکاری کردید، یعنی در واقع بعد از اینکه با هم دیگه ستیز کردید همکاری کردید. یه گروهی رسیدید که بعد هیئت نمایندگی خلق کرد رو در آبان ماه سال 1358 برای مذاکره با فرستادگان جمهوری اسلامی تشکیل دادیم و بسیاری آکسیون ها، حرکت ها، سیاست گذاری ها رو مشترکاً می‌کردیم با آقای دکتر. اجازه بدین در تاریخ پیشروی نکنیم، برگردیم به سال 57 و بهمن اون سال و تهران. شما یک زمانی مائویست بودید، بعد از اون اندیشه‌های مائو هم کنار کشیدید و در سال 57 به حال در ذهن شما یک چپ بود، اندیشه‌های چپ بود مثل خیلی های دیگه. چه جامعه‌ای رو در نظر داشتید؟ می‌خواستین چه حکومتی رو بسازید؟ چی می‌خواستید؟ ببینید من لازمه یه تصحیحی بکنم. من خودم رو در اون دوره هم مائویست ما خودمون رو خطاب نمی‌کردیم، هرچند نقطه نظر مثبتی نسبت به افکار مائو داشتیم برای یک دوره‌ای و بعدم این افکار رو صراحتاً گذاشتیم کنار. بله ما اندیشه‌های چپ داشتیم و معتقد بودیم که باید سوسیالیسم حاکم بشه، ولی در وهله اول ما طرفدار تغییر رژیم و ایجاد دموکراسی بودیم. خب من چنین چیزهایی رو در اندیشه‌های چپ اون موقع ندیدم. یعنی تأکیدی بر آزادی، تأکید بر آزادی فردی، تأکید بر دموکراسی نبوده. شما دقت بکنید که خیلی از این اندیشه‌های چپ وامدار شوروی اون روزگار بود که اون هم یک حکومت توتالیتر بود. بعید میدونم که در ذهن شما سوئد و نروژ می بوده. نه، سوئد و نروژ نبود، ولی هیچ وقت در هیچ مقطعی از فعالیت و سیر اندیشگی ما نزدیکی به اتحاد شوروی و مدل اتحاد شوروی نبوده. شما ما رو با حزب توده مقایسه نکنید.
یا با جریان‌های پرو سوویت. اصلا هیچ وقت پرو سوویت نبودیم. یک مدتی نزدیکی به افکار ما، ولی عمدتاً ما خودمون رو چپ مستقل میدونستیم. برای من جالبه وقتی بحث میکنیم شما بگین کردستان دموکرات بود، کردستان سکولار بود. وقتی در مورد چپ ها با شما میگیم باز میگید که ما تافته جدا بافته یا چپ های دیگر بودیم. حالا اشکالی نداره که حرف شما رو بالاخره تماشاچیای ما میتونن قضاوت بکنن بعداً. حتما. من فقط این سوال رو دارم که شما چه میخواستید؟ آیا مدل حکومتی در نظرتون بود؟ نه، مدل حکومتی در نظر هیچ کس نبود. حقیقتش اون موقع به طور کلی استبداد طولانی موجب یک فقر نظری و تئوریک شده بود. بلوغ سیاسی کافی نه در چپ. شاه چه اشتباهی کرد که انقلاب شد؟ به نظر شما چه اشتباهاتی رو نمی‌کرد انقلاب نمی‌شد؟ ببینید اون توسعه اقتصادی که تو ایران به وجود اومده بود و اون تحولات جهانی دیر یا زود میبایست استبداد پایان بگیره در ایران. اگر شاه به جای 1 ماه 20 روز 2 ماه قبلش به فکر این چیزا 1 سال قبل به فکر این بود، اگر در اون موقعی که جنبش‌های اولیه تازه داشت سربلند می‌کرد و روشنفکران نامه‌نگاریاشون رو کرده بودند، در اون مقطع شاه موافقت می‌کرد که آقای شاپور بختیار بیاد سر کار، چه بسا انقلاب نمی‌شد و چه بسا ایران مسیر دیگری طی می‌کرد. متاسفم که بگم اینطور نشد، ولی این استبداد میبایست بره تا به تحمل جامعه رو به پیشرفت ایران رو نداشت. خیلی از قدم ها رو اتفاقا خود اون اصلاحات و رفرم‌های شاه برداشته بود، ولی متاسفانه شاه همه رو حبس کرد، دست آخوندا رو تو مملکت باز کرد دیگه. خب این آخوندا شما رو فریب دادن؟ فریب ندادن. گفتم از روز اول ما مخالف بودیم، زورمون بهشون نرسید. آخوندا شما رو فریب دادن؟ نه من که نبودم که میدونم بزرگان شما رو فریب دادن، ولی نه ما مخالف بودیم ولی صدامون به جایی نمیرسید. خب با این حساب میخوام یه سوال دیگه مطرح بکنم و دوست دارم اینو واقعا قدری جواب من بدین. اگه امروز خودتون در آینه ببینید، به گذشته فکر کنید، خود شما چه اشتباهاتی کردید؟ کم اشتباه نکردم من. هیچ چند تا اشتباه ما بگین. من فکر میکنم بزرگترین اشتباهی که تو زندگی سیاسی من بوده، من و امثال ما، همه ما که شرکت کردیم، من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، موافقت با تشکیل حزب کمونیست ایران بوده. ما نمیبایست این کار رو میکردیم. ما در یه مقطعی، خب این که بعد از انقلاب بوده. بعد از انقلاب. خب من در مورد اون سالهای در واقع انقلاب، سالهایی که انقلاب شد، اون موقع دارم میگم اون موقع چه اشتباهاتی کردین؟ بعد از انقلاب هم که این چیزی که میگین خیلی تاکتیکیه. آیا ورود به جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی درست بود، درست نبود؟ البته فرصت نیست که اینها رو بگیم. میگم اشتباهات بزرگتر رو بگید. این خیلی تاکتیکیه. ما دفاع از خودمون کردیم. هیچ وقت کردها، نه ما و نه حتی دیگران، ابتکار عمل مبارزه مسلحانه رو، شروع مبارزه مسلحانه رو ما نداشتیم و این کاملا یک چیز تحمیلی بود. ما همیشه خواستیم مسئله کردستان از راه مسالمت آمیز حل بشه. همیشه شعار ما بوده، همیشه آمادگیشو داشتیم. هیچ وقت پاسخ مناسب نگرفتیم، با آهن و آتش پاسخ گرفتیم. میخواد چه کار کنن یه مردم؟ به بردگی بیفتن؟ خب مسلما این کارو نمیکنن. پس تنها اشتباه شما این بوده که یک ائتلاف با حزب کمونیست، بزرگترینش به هر حال. من نمیدونم اسمشو اشتباه بشه گذاشت یا نه، ولی طرز فکر من یک بازبینی اساسی فکری و نظری کردم و ما همه کردیم. امروز به چی اعتقاد دارید؟ امروز کمونیستید؟ نه. مائیستید؟ نه اینا نیست. سال هاست اینا رو روشن کردیم. نه نیست. به چه اعتقاد دارید؟ امروز به دموکراسی، به یک دموکراسی سکولار، به تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق جنبش‌های اجتماعی و مبارزات مردمی به یک نظام دموکراتیک سکولار متکثر. و برای کردستان چه؟ برای کردستان خودمختاری؟ هر اسمی برش بذارید. ما در برنامه حزبیمون و نه فقط ما، احزاب دیگه هم همینطور، یک نظام فدراتیو رو برای ایران مناسب ترین میدونیم که فکر میکنیم هم مشارکت ملیت ها رو و همه بخشای جامعه ایران رو تأمین میکنه
به انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان نزدیکترن و همین که وحدت و یکپارچگی ایران رو بیشتر حفظ میکنه. من از لحاظ فکری هم خودم رو بیشتر به سوسیال دموکراسی نزدیک میدونم. خیلی ممنون که امروز در این مصاحبه شرکت کردید. فرمودین که کسانی که پشت سر من بودن فریب خوردن، شما هم که فریب نخوردید. خیلی ممنون که این برنامه دیده. آقای مهتدی گفتن که بزرگان ما فریب خوردن. یاد اون شعر پروین اعتصامی افتادم که میگفت ما را به رخت و چوب شبانی فریفتند، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. خدا نگهدار.